این حقیقت که او از جنس مردم بود تا در دفاع از اصولش سالها مبارزه کنه حجازی رو حجازی کرد. ناصر حجازی که برخلاف بسیاری از همدوره‌ای‌های خودش همسو با انقلاب 57 نبود، کماکان به اعتقاداتش باور داشت و حتی مخالف ورود سیاست به ورزش بود، با در دست نگرفتن عکس رهبر وقت جمهوری اسلامی به دفعات مختلف، به خصوص در دربی سال 65 از استقلال هم کنار گذاشته شد تا برای امرار معاش طعم غربت رو در کشور بنگلادش بچشه. به رغم سختی‌های این غربت ناخواسته، حجازی مربی موفقی شد که علاوه بر قهرمانی‌های بسیار با تیم محمدان این کشور، با همین تیم به نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا هم رسید. سختی‌های زیادی تو بنگلادش کشیدم، ولی در هر صورت آدم با سختی و مرارت و مشقت میتونه به جایی برسه. ناصر حجازی ققنوسی بود که با گذشت بیش از یک دهه از اون پرواز از خاکستر شاگردهایی تربیت شده که راه او رو در بودن با مردم برگزیدند. راهی که این چنین اعتقاد خالص و بیریای اسطوره ملی ورزش ایران رو در چرخه هستی ماندگار کرده. خدمت بکنه نمیذارن اون ولی از خدمت نمیکنه، میان پول مردم عجیبشون در میارن، یارانه برمیدارن به مردم 40,000 تومان میدن، 60,000 تومان عجیبشون برمیدن. من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی، ولی با ذلت و خواری پی شبنم نمیگردم.